در تاجیکستان مهاجرین مثل شهروندان تاجیکستان میتونن از مکتب‌ها و درس‌های رایگان استفاده کنند و خوشبختانه مهاجرینی که وقتی میاین اولین سوالشان و اولین نگرانیشان در قسمت مکتب هست و اینا بلافاصله فرزندان خود شامل مکتب میکنن. در دانشگاه‌ها به صورت بودجه‌ای میتونن داخل شوند و یک تعداد بورسیه‌ها هم هست که هر ساله از طرف دولت تاجیکستان اعلان میشه که به سفارت افغانستان تعلق میگیره و اونا به صورت کانکور هر سال در اختیار مهاجرین قرار میگیره و همچنین برنامه دفعی هست که با حمایت مالی سفارت جرمنی و از طریق یونیسیار و آرسیویسی برای مهاجرین افغان توزیع میشه که یک تعداد دانشجوی ما میتونن از اون برنامه ها مستفید شوند. خب من توصیه که به هموطنان خود دارم این است که کوشش کنیم در هر شرایطی فرزندان ما درس بخوانند، چون فرزندان ما آینده سازای ما هستند. کشور ما یک کشور جنگ زده هست ولی هیچ وقت ما نباید اجازه بدیم نسل فردای ما یک نسل بی‌سواد تربیت شود. در هر کشوری که وارد شدیم اول زبان و کشور یاد بگیریم و بعد از اون فرزندان خود اجازه بدیم که از امکانات آموزشی استفاده کنند. بنابراین عزیزای ما یا هموطنای ما که وارد تاجیکستان شدین فرزندانتون شامل مکتب کنین و بعد از او انشاءالله پیشرفت خواهید کرد.